ماجرای دخالت یکی از نمایندگان استان در عزل و نصب‌ها چیست؟ همین چند روز پیش بود که فرماندار اسبق نورآباد در مراسم تکریم و معارفه خودش از دخالت‌های نابجا و ناصواب یکی از نمایندگان شهرستان‌ها در انتصابات استانی و سایر شهرستان‌ها گلایه کرده بود و گفته بود که آقای نماینده علاوه بر انتصابات شهرستان خودش در سایر انتصابات مرکز استان و دیگر شهرستان‌ها هم دخالت میکنه. ناگفته نمونه که بعضی از جریان‌های سیاسی نزدیک به دولت هم از دخالت‌های این نماینده نزدیک به استاندار بارها گلایه کردند. حالا سوال اینجاست که آقای شاهرخی، استاندار محترم، آیا این دخالت‌ها رو تایید می‌کنید و اگه تایید نمی‌کنید به نظرتون چرا این شایعه به وجود اومده؟